سلام. تو این فکر بودم که تو برنامه تغییراتی بدم، مهمونه دیگه بیارم، لاریجانیا، حسین شریعت مداری، سبزعلی رضایی، حتی خود آقا محمود، شاید فرجی بشه. ولی دیدم اینا همشون انگشت کوچیکه دکتر هم نمیشن. دیدم راه به جایی نمیبرم. با این اوضاعی که سر نظام هست و روز به روزم بدتر میشه، اسم برنامه رو عوض کنم، اسمش بذارم بنبست استراتژی نظام. ولی دلم نمیاد، دلم بره مقام عظما خیلی میسوزه. حیوانکی آخر عمری بد جوری ضایع شده. نظام الهیمون پنچر نیست که بگیم یه چسب وصله میزنیم درست میشه. لاستیک و تیوبش جر خورده و کارش نمیشه کرد. نمیدونم، شاید باز خود مقام عظما بیان و معضلات استراتژیکی رو یه جورایی حل کنن. اما دیدم اگه اینو به دکتر بگم از کوره در میره. دست آخر دوباره رسیدم به خودش، به همون هیبت و هیکلی که با 150 کیلو آهن و پولاد صد دست و پنجه نرم میکنه و آخم نمیگه. بدون دوپی هر کی میخواد بیاد آزمایش کنه. دریای لایتناهی معرفت مرام، معدن علم و حلم، کوه تکنیک و تاکتیک و استراتژی، همه با هم. خواهش میکنم وارد این بحث نشو. میدونم آقای دکتر فروتنتون اجازه نمیده. نه خیر، خیلی هم اجازه میده، ولی وقت برنامه‌ات کمه، نمیرسی همه رو بگی مرد مال میشه این وسط. قربون زبونت که همیشه گل میگی. هرچی فکر کردی چی؟ کوچیک آقایان، زنگ در خونتم، هر کی بخواد تو رو ببینه اول باید منو بزنه. دکتر سخت مشغول شطرنج استراتژی هست یا نمیدونی که من مات رفاقت و تاکتیک هستم؟ چرا میدونم، چروک لباستیم، اتو بزن تا هلاک شیم. آی دکتر سوزن رفاقتت رفت تو تویوپ قلبمو صدا کرد. تازه فهمیدم که پنچرتم رفیق. قرمزی چشاتم، قطره بریز تو چشت تا فناشی. آی دکتر پدال دنده موتورتیم، با پا بزن تو سرمون خلاصمون کن. من میخوام بگم که آی دکتر موچم تمام نشده، باید بگم که بند کفشتیم گره بزن خفشیم. آی دکتر دیگه هیچی نگو، برنامه وقتش داره تموم میشه. خواهش میکنم. میدونی چرا حرفتو قبول کردم؟ نه خیر بفرمایید. سوال، کاشف الکل کی بود؟ راضی. آفرین، ولی نباید فقط کاشف الکل راضی باشه، تو هم باید توی این برنامه راضی باشی. بله آیه دکتر، این چه وضعشه که دولت و مجلس را انداختن؟ اینا ناسلامتی قوای نظامن. باید توی این وضعیت درب و داغون بار از رو مقام عظما بردارن. حالا میان بار میذارن رو دوشش، حالا کار به جای رسیده که پاچه همدیگر میگیرن و طوری که دیگه مقام عظما باید هیئت حل اختلاف تشکیل بده. دهن منو باز نکن، حرفمو پیش خود مقام عظما زدم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، از میکردم بله، میفرمودن که مشنگه ساعت 7 صبح تخت گرفته بود خوابیده بود. مامانش اومد بالا سرش گفت پسر جون بلند شو باید بریم مدرسه دیر میشه. مشنگه از زیر پتو گفت نمیخوام برم مدرسه، اونجا هیچ کس منو دوست نداره، بچه ها با هم بدن، معلم ها از من متنفرن، حتی فراش مدرسه هم سایه‌مو با تیر میزنه. مامانه گفت آخه نمیشه که نری مدرسه، ناسلامتی تو نرخر مدیر مدرسه ای. روشن شد یا همچی بزنم کتاب مدرسه. بله واقعا روشن شد آیه دکتر. آیه دکتر یه نامه داریم بدون اسم مستعار، بدون اسم کوچیک، فقط نوشته لاریجانی. گفته این چه تصمیمی بود مقام عظما گرفت که شارودی رو گذاشت اختلافات مجلس و دولت رو حل کنه. اگه شارودی عقلش به این کار میرسید که خودش رو از سر قوه قضاییه و نمیداشت. ایشی بابا لاریجانی مشنگ، من میدونم تو از کجا میسوزی، تو رو چه به این تصمیم گیری های استراتژیکی، تو بشین حسرت تو بخور، حسودی تو بکن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بازم بهادر از میکردن بله، میفهمودن که خره هر وقت اسب از دور میدید میرفت تو فکر، یه پوکی به سیگار میزد میگفت کاش تحصیلاتمو ادامه داده بودم. آیه دکتر شما که نمیدونین کدوم لاریجانی نامه نوشته فرقی نمیکنه، اینی که گفتم به هر سهشون میخوره. بله آیه دکتر اگه با همه این حرفا من قسمت خالی لیوان رو بذارم کنار رو برای روحیه دادن به امت همیشه در صحنه تاکید کنم که وضعیت نظام خیلی هم بد نیست، شما چی میگی؟ هیچی بهت نمیگم، چون میدونم اوضاع چجوریه. حکایت یارو هست که رفت پیش کشیش، گفت من هر وقت جلو آینه رد میشم آقای کشیش به خودم میگم که چه خوشتیپی اینجا رد شد، این گناه بزرگیه که من مرتکب میشم. کشیش گفت نه فقط دروغ میگی این سگ.
آیه دکتر این دیگه نامردی نامردی من کشیشه؟ تصمیم گرفته بودم هرچی به مقام عثمان بگین تحمل کنم بدم دست شارودی با هیئت حل اختلافش، ولی شما نه بردی نه آوردی به من مجری رفیقت میگی سگ. نه خیلی جوش نیار بشین سر جات. من به رفیق کشیشه گفتم سگ. تازه اگرم به تو گفته باشم نه هر سگی، سگ جرمن شپرد مرسی هیکل زیبایی اندام پشت هیچ مانعی نمیمونه، استراتژیک میذاره میره جلو، پرش میکنه مثل چی تو پا بلند میشه دستا رو همیشه